یک انسان روز از من پرسید تو چگونه جوانیت را گذرانیدی؟ گفتم جوانی چیست؟ ما جوانی را در بعض فیلم ها دیده ایم و در بعض کتاب ها. ما از آن روز که به دنیا آمدیم گرفتار روزگار شدیم. در ملک بیگانه غریب و افکار شدیم. ما در طفلی جوان و در جوانی پیر شدیم. میفهمی؟ این زندگی یک عمر از ما جوانی قرضدار است. سلام دوستان. علیکم سلام دوستان. چرا غمگینی؟ چون که خیلی حس تنهایی میکشم. گوش کن دوستان، حالا ما تنها نیستیم و تنهایی را هم نمیدونیم. خیلی نفهمیدم. در این دنیا ما چیزی از خداوند بزرگ طلب کنیم او به ما میدهد، اما برای آن میدهد که ما شاید در یکی از سنجش هایش باشیم. پس غمگین مشو، زیرا در این دنیا آدم هایی هستند که در آزادی اما مثل که در زندان هستند. پس بخند تا دیگرها خندت را دیده حیران شوند.